سیاره نظر بکود 10 سال پیش با یک شهروند قرقیزستان عائله برپا کرده در این مدت صاحب 3 فرزند شده است. آنها در اوش زندگی میکنند، ولی تا هنوز مجبور است هر 2 ماه یک بار به وطن خود ازبکستان رفت و آمد کند، چون که از روی قانونهای قرقیزستان به حیث دارنده شناسنامه ازبکی و تنها 60 روز حق دارد که بدون ویزا در قرقیزستان باشد. همین مسئله شدت ناراحتی ها و جنجال های خانوادگی او را هم بالا میبرد. شوهرم از آن ناراضی است که من مجبور هستم پیوسته با 3 فرزند از این کشور بیرون شده دوباره برگردم. این زنها را در قرقیزستان عروسان ازبک مینامند. رئیس یک مرکز حقوق بشر جمیله غفارова میگوید که مثل سیاره در قرقیزستان تخمینا 10,000 نفر عروس ازبک به سر میبرد که هر یکی آنها کیها صاحب 3 تا 5 فرزند شدند. این زنها و کودک ها به گروه افراد بی حقوق شامل هستند. آنها حق ندارند صاحب معلومات شوند. به امتیازهای اجتماعی و یا کمک طبی دسترسی ندارند. یعنی این گروه آدمان اصلا از حکومت کمکی نمیبینند. مقامات قرقیز از خارجی هایی که با شهروندان محلی عائله برپا کردند طلب میکنند که از شناسنامه های کشورشان دست کشند. در قانون خیلی ساده و واضح نوشته شده است که به عروسان خارجی از جانب دولت قرقیزستان با راه ساده قانونی شهروندی تقدیم می شود. یعنی این جریان خیلی ساده است. مسئله خانم ها این است که ازبکستان مقررات 2 شهروندی را نمیپذیرد. اگر به هنگام وارد شدن به کشور معلوم شود که شخص مقام 2 شهروندی دارد، او را به جوابگری جنایی میکشند. دستکشی از پاسپورت ازبکی هم دردسرهای معینی دارد. علاوه بر این از روی قانون قرار خارج شدن از شهروندی ازبکستان را شخصا پرزیدنت اسلام کریموف امضا میکند و از همین خاطر هم بررسی این مسئله میتواند سالهای زیاد دوام کند.